مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سامه یادتونه تیم میگه که منم تویی آقای گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده، سلام. من امین فردین، خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. امروز هم قصد داریم که پشت پرده یکی دیگه از آقازاده هایی که با رانت و لابی پدرش تونسته یک ثروت افسانه‌ای و میلیارد دلاری به جیب بزنن رو برای شما افشا بکنیم. در طول این 41 سال گذشته که از عمر جمهوری اسلامی میگذره، ما آقازاده ها و فاضلابزاده های زیادی داشتیم که باباهاشون قبل از انقلاب یه چوب کبریت هم نداشتن، اما بعد از انقلاب با رانت و لابی و دل و دزدی ثروت‌های عجیب و غریبی به دست آوردن. اکثرانشون مثل همون پسر عارف هم میگه که ما یه جن خوب داشتیم، در صورتی که اینا جن خوب نداشتن. اینا مثلا میگم چیچیدگی خوب داشتن که اصلا مناسب این ویدیو نیست. هر کسی تو این کشور ادعا بکنه که حمیدرضا عارف بدون توانایی‌های خودش و با تکیه فقط بر پدرش کاری رو انجام داده، من حاضرم در هر جایی که خواست، تو هر رشته‌ای که خواست باش مسابقه بدم. من اینو ادعا میکنم. بالاخره این خونه میاد میرسه. شما همینجوری که بالاخره یه نفر نمیتونه ادعا بکنه من اصل و نسب دارم. من افتخار میکنم به این که بالاخره این توانایی ها از یه ژن خوب، از یه خونه خوب، از دو تا خونه خوب، از طرف مادر، از طرف پدر اومده. ما هم خدا لطف کرده در یه بستر مناسب این کارو انجام دادیم. من باز این شرکتی رو هزینه کردم از جیب شخصی، برداشتم آوردم توی مملکت. و وقتی هم باهاشون صحبت میکنن، وقتی باهاشون مصاحبه میکنن، آقا این ثروتتون از کجا آوردید؟ چجوری اینطوری میلیاردر شدید؟ حالا آقازاده‌ای که میخوام بهتون بگم باباش سردار سپاه بوده، یعنی کسی هم اگه راجع بهش صحبت میکرد تو گونی میبردنش، میگفتن چی با کی وصل میشد به یه جریان، تو گونی یارو رو میبردن. اصلا کسی جرئت نداشت راجع به اینا صحبت بکنه، اصلا جرئت هم نداره کسی صحبت بکنه. خبرگزاری داخل ایران که خریدنشون، وصلا به یه جریان خاصی. فکر میکنید مثلا خبرگزاری فارس که سپاه بودجهشو میده میاد فرزند یک سردار سپاه رو افشا بکنه؟ نمیاد بکنه. احسان تحیری آقازاده سردار تحیری هستش که سال گذشته فوت کرد و توی جنگ ایران و عراق توی جنگ بود. همیشه هم میگفتش که من لیاقت اینو نداشتم که شهید بشم و با همرزمان خودم برم اون دنیا، حالا به قول خودشون بهشت، اما بعد از انقلاب یک بهشت افسانه‌ای و با رانت و لابی و پولی که به دست آورده بودن واسه خودشون رقم زدن. احسان تحیری که خبر رسیده با 1,600,000,000 دلار در حال حاضر در دبی با پولهاش که توی حسابش بوده بازداشت شده. احسان تحیری که متهم در پرونده مدیران اسبق بانک مرکزی بوده و متهم شده بوده به 5 میلیارد تومان رشوه به محسن صالحی. و جالبه بدونید که بعد از اینکه اسمش سر زبون ها اومد، یکی از بزرگترین صرافی های ایران رو در خیابون ولیعصر تهران داشت. خیلی سوسکی و ریز درش رو بستن، کسی به فعالیتاشون شک نکنه. انقدر فعالیت‌های عجیب و غریب اقتصادی داشتن که تراکنش مالیشون تنها در یک ماه 150 میلیارد تومان بوده. میشه بگید که این پول چجوری به دست می آوردی؟ الان بهتون یکی از پشت پرده‌های عجیب و غریبشون رو میگم. آقای احسان تحیری و چند نفر دیگه با این آقای آلعلی که توی دبی هم صرافی داشته، اینها یه مقدار خیلی ریزی می اومدن تحریم ها رو دور می زدن و همون دلال تحریم ها بودن. این افراد کسایی هستن که از تحریم ها سود میبرن ها. این افراد همون کسایی هستن که با گرون شدن یک سری اجناس سود میبرن ها، چرا که کار دلالی تحریم ها رو انجام میدن. به قول یکی دو تا از این وزرا میگه ما داخل ایران دکترای دور زدن تحریم ها رو داریم. ما در واقع 35 میلیارد دلار به یک عبارتی ما مجبور شدیم در اختیار کسانی قرار بدیم که معلوم نیست الان کجاست، اون پول معلوم نیست کجاست، برای اینکه بتونن تحریم ها رو دور بزنن. I mean, there are always ways of going around the sanctions. We have a PhD in that area. نه قربونش برم، شما دکترای دور زدن تحریم ها ندارید، شما دکترای دزدی دارید.
چرا که دور زدن تحریم‌ها و خدمت کردن به مردم رو بهانه کردید که با این دلالیاتون ثروت‌های میلیاردی به جیب بزنید. آقای احسان تحیری و رضا زراب که در ترکیه بود و در حال حاضر گویا در امریکا هستن با هم کار میکردن و فعالیت‌های پتروشیمی میکردن و فعالیت‌های عجیب و غریب دیگه ای داشتن. احسان تحیری که آقازاده آقای سردار تحیری هستش، باباش وقتی فوت میکنه یک مراسم ختم لاکچری و گرون قیمت براش میگیرن. کسی که میگفته من جنگ کردم، نمیدونم برای خاک وطنم دفاع کردم، ببینید چه مراسم لاکچری براش میگیرن. اگر این پولهای این مراسم رو میدادن به یک سری آدم نیازمند آیا بهتر نبود؟ البته سلیقه شخصی خود شما به خانوادهش و به این مراسم احترام میذاریم، اما شما نگاه بکنید دسته‌گل هایی که گفتن هر کدوم بالای 5 تا 10 میلیون تومان قیمتش بوده و این مراسم لاکچری سر و صداهای عجیب و غریبی رو به پا کرده بوده. اما فعالیت‌های اقتصادی این خانواده و این آقازاده بسیار عجیب و غریب و پررانت بوده. به عنوان مثال مرکز خرید رویال کیامپارس اهواز، منطقه بالا شهر اهواز رو این خانواده زحمت کشیدن ساختن. فقط بگن که با چه رانت و لابی تونستن مجوز، سرمایه و ساخت این پروژه رو داشته باشن. و به لطف اینستاگرام تصاویر خونه های لاکچری و ویلای افسانه‌ای این شخص در لواسون رو شما میتونید ببینید. خودشون منتشر کردن ویلایی که میلیاردی ارزش داره. ماشین هایی که داخل این ویلا هستش رو شما اگر ببینید دود از سرتون بلند میشه. تصاویر این ویلا که خودشون در اینستاگرام خودشون منتشر کردن نشون میده که چه ثروت عجیب و غریبی داشتن. به عنوان مثال ما میتونیم به این ماشین عجیب و غریب احسان تحیری اشاره بکنیم که یک بوگاتی رو رفته باش عکس گرفته و توی پیج خودش هم منتشر کرده. این بوگاتی برای شخصی به اسم بیژن پاکزاد بوده، طراح معروفی که یه سری ماشین‌های مخصوص رو میسازه. این ماشین رو حدود 1,700,000 دلار براش ارزش گذاشته بودن. ماشین خاص و لاکچریه که آقای تحیری پلاکش رو عوض کرده و به اسم خودش زده. تصاویر ویلای افسانه‌ای خانواده تحیری رو که میبینید 3 تا ماشین توی پارکینگ میبینید، یعنی این 3 تا حساب کار میاره دستتون. یه دونه هامر، یه دونه BMW سری 8 و یه دونه مازراتی که همین 3 تا ماشین رو اگر حساب بکنیم سرانگشتی بین 25 تا 30 میلیارد تومان ارزششه. و این نکته‌ای که وجود داره، سردار تحیری که یک سردار ساده سپاه بوده چه کار رو انجام داده که همچین ثروت عجیب و غریبی رو تونسته داشته باشه. و تازه خبر رسیده که یک کاخ هم در فرانسه داره، یک کاخ لاکچری در فرانسه خریدن که با پولهای پتروشیمی که گرفته بودن و با دلالی‌های پتروشیمی که انجام داده بودن تونستن این کاخ افسانه‌ای رو بخرن. داستان از این قرار هستش. این فروش نفت‌ها و کشتی میره این ور اون ور، یه سری دلال پشت پرده است دیگه. این دلالا پولای میلیاردی میگیرن، باهاش خونه و ملک تو همین اروپا میسازن. خیلی هاشون هم من تو این آلمان میشناسم. یکی از آدم‌های بلندپایه‌ای که چند وقت پیش از آلمان دستگاه اطلاعاتی ایران تونستن برش گردونن ایران با چشم بند و تصاویرش هم خیلی سر و صدا کرد، هفته پیش در منطقه کونیگزاله دوسلدورف دیده شده. کسی که میگفتن در حال حاضر به دلیل رانت‌های اقتصادی در بند انفرادی اطلاعات سپاه در زندان اوین هستش، هفته پیش در کونیگزاله شهر دوسلدورف آلمان رصد شده. هم 2-3 ماه پیش هم گرفته بودنش. چی میشه؟ با یه رانتولابی اینا میان بیرون دیگه. حالا من جزئیات بیشتر رو بتونم تصاویرش رو هم پیدا بکنم میگیرم، چون ممکنه اینا برن تو سوراخ موش و گم و گور بشن. پیدا شدن من براتون پخش میکنم. یا مثلا یه سری تصاویر ازشون بیرون اومده بود که اول که مصاحبه میکردم گفتن که ما داریم کمک میکنیم به
مردم رو کمک میکنیم به ملت و داریم تحریم ها رو دور میزنیم که خدمات برسونیم مثل بابک زنجانی، تصاویرشون میاد بیرون با نمیدونم ماشینای آنچنانی با ساعت‌های گرون قیمت که تنها در این تصویر ساعتی که توی تصویر مشخصه بین 200 تا 400 هزار دلار پولشه. اون حساب بکنید که این پولا رو اینا از کجا برمی دارن میارن. همه جا میگن ما یک سردار سپاه ساده بودم فلان بودم، کسی هم جرئت نمیکنه راجبشون صحبت بکنه. از این دست آقازاده ها و این دست آدم هایی که رانتو لابی میکنن زیاد داریم که من سعی میکنم که توی برنامه پشت پرده به مرور این آقازاده ها و این افراد پرنفوذ رو برای شما افشا بکنم، سریال یه مقدار از این سلبریتی ها اینا بکشیم بیرون، برسیم این آقازاده ها فاضلاب زاده ها، مثل این که اینا خیلی خوش بهشون داره میگذره و به مرور در رسانه پشت پرده راجبشون صحبت میکنیم و افشاشون میکنیم. شما اگر موردی دارید حتما به من بگید، با آیدی امین فردین پشت سر هم در تلگرام برای من بفرستید، میاد پیامتون. امین فردین پشت سرم بنویسید تو تلگرام میاد و میتونید اطلاعات آمارشون رو به منم بدید و ما هم اطلاعاتمون تکمیل بشه در خصوص این افراد و خودمون هم حالا اطلاعاتی که داریم من به مرور سعی میکنم که حالا هر روز اگه هر روز هم نرسیدم هر چند روز یک بار یه آقازاده رو برای شما افشا کنم، ببینید چه پولای میلیاردی اینا به جیب میزنن. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید کامنت بذارید، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.